دستگاه اولتراسونیک یا دورکننده حیوانات ساخته مخترع ارومیه‌ای به 16 کشور جهان صادر می شود. دستگاه دورکننده حیوانات که برای اولین بار در جهان با استفاده از فناوری اولتراسونیک در ارومیه تولید می شود، به 16 کشور جهان هم صادر می شود. یه دستگاه الکترونیکیه که یه صدای خاصی تولید میکنه، برای انسان غیر قابل شنواییه، ولی حیوانات موذی رو از اون محل دفع و دور میکنه. تنها دستگاهی هست تو دنیا که هم نرم افزار داره هم سخت افزار داره. بر اساس نیاز اون محل نرم افزار خاص اون روی دستگاه اضافه میشه و در اون محل نصب میشه. این مدال‌های خوشرنگ بخشی از افتخارات دستگاه دفع کننده حیواناته که آقای غفاری اون رو ساخته. ما ورژن‌های مختلفی رو تولید کردیم. الان 20 ورژن دستگاه داریم. از 500 متر مکعب در شروع میشه، دستگاه 2000 متر مکعبی داریم و تو فضای باز میتونیم به قدر 1 کیلومتر در پوشش بدیم. از این دستگاه که به صورت نیمه انبوه در پارک علم و فناوری آذربایجان غربی تولید می شود، تاکنون بیش از 2000 دستگاه به کشورهای مختلف ارسال شده است. تاکنون به 16 کشور این محصول در صادر شده. کشورهای مثلا مانند آلمان، انگلیس، ژاپن و حتی دستگاه ضد آهو و گوز رو واسه امریکا هم نگاه صادر کردیم. این دستگاه در هر جایی که امکان اذیت و خسارت حیوانات وجود دارد قابل استفاده است. برای مزارع کشاورزی به خاطر آفات نباتی میتونه استفاده بشه. تو پتروشیمی ها، صنایع غذایی، انبارهای مواد غذایی کاربرد خیلی فراوانی داره. دستگاهی هست به نام ضد شتر که برای مبارزه با مواد مخدر طراحی